السلام علیکم. سلام جان. ناز هستی؟ اکا جان نازی. سلامت شما خوبه. دلشاد جان ناز سلامتی جان. همتون سوز. رحمت اکا رحمت. یا اکا رقیب جان. خیلی سوزه نازه سلامتی خوبه. ای پیش میدیدیم شما را. آدمی کلان ندیدم موندم. خیلی جان. اکا رقیب جان. کنی یک دور. امین. سراسیمه نشوید جوانانی عزیز. دوری را بینید. سراسیمگی به جای نزد میبره صبر خوب است. راست گفتید اکا رقیب جان. همین حاضر وقتا با کدام کارها مشغولید؟ من با کارهای علمی مشغولم. علمی مثلا حاضر در راهی علمی جفت کنی مهنت کشیده زحمت کشیده. آفرین. میدونید چی؟ کبوتری خطکشانه گرفته با توتی جفت کاری شدم. اکا رقیب جان. آچه کبوتر با کبوتر نیو کبوتر با توتی جفت کار ساده؟ دادره که نادانی من. کبوتری خطکشان از اینجا خط را میگیرد مکتوب را به دیگر شهر میرود. وقتی که راه را گم کند رنگ توتی میپرسد خانه عبدالجلیل در کجا؟ آدم ها تعیین میکنند برابر رفته خط را میدهد. دوراندیش باشه جوانا. باز یک کاری علمی دیگر دارم. ماده گاو را گرفته با زرافه، یعنی که گردن دراز هست کو با چون که زمین ها را همه خواجگی دیخانی گفته گرفتگیان کو گاو چرانده نمیشد. از این خاطر وقتی شما گاو میبرید از بالای درخت برای خودش غذا میگیرد. علف نیو برگ؟ برگ هم گوییم علف هم گوییم میشد، لیکن شیر در زمین است. در آینده باز نیت های خیلی کلان دارم. در آینده نیت های کلان دارم. شما جوانانی عزیز کتاب خوانید، علم آموزید، کتاب خوان. خوب گپ نیست. خوان. حتما. خوان. خونده حتما. خوان. خوب استاد. شما البوم همون و یا حالی به رنگ کرستید. همین خیلی از متفیلم ها هست کو. راست بشم. بله. چون که خواندنی کتاب خوانید یک چی دانید میگم. راست خیلی. چی میخواد یک گپی ناز گفتی سر خیلی؟ من میخوام که کایک رو با قنغوز جفت کنم. انا اینش کایش مایده کو. وقتی شبانه میگذد شما کافته نمیگردید. فهمید؟ با قنغوز هم تو گزید هم تو قپیدید. کلام. احسن. این فکرای این ویای زور اگه جمعه بید اکی مقیم جون زور. برای این خواندن در کار. بچه ها من باری دیگر به شما میگویم خوانید و باز خوانید. زندگی زیباست. زندگی زیبا. اکی صدی؟ میگم همین استاد کجا بوده باشن؟ ای کجا؟ ای بیمارخانه. السلام علیکم. سلام علیکم. اکی صدی نازی رحمت شما نازی. سراسیمه ای کجا رفته سیاکا؟ اوه یک کس بلیتگیری رفتم وقتی بچه‌ها رسیا میرن. ای درمی هفته گرم. چیکار کنیم زندگی؟ ای برادر روز می کار شما را من در همیشه حل میکنم اکا. نه. خیلی اکا. اینه با همین اوه کس شاهنوزه در اومده در واتساپ نویسه اکا کار شما را حل میکنه اکا. و با مرا بر وقت بگی چی میکنه؟ تمامی نمودی بلیط ها ارزان. شما هم دوستان عزیز از خانه نبر اومده با واتساپ انمی شاهنوزه نویسته به شما بلیط های ارزان دسترس می‌نماید. راهی صفحه همین بارسا میزده باشه یا ریال. دادجان بوزی واسبی دادجان من با پولتید سیرک برام. غمته بچم خیز را ما فوتبال تماشا دارم. راو درس تیار کن. سیرک چیکار میکنی خیز؟ شراب سیرک اومده زور میگم. پولتید من روام. چند پول؟ وای کلونوب 100 سومون مایدو 50 سومون بوده. انا دیدی بچم 150 سومون دا گوشت گیریم خونه دا یه هفته خریم نمیشد. خیز راو سیرک چیکار میکنی خیز؟ که و دلار دینا داشتی رفته است دا میگوید که یک تا جایی خیلی داوره بوده است همونجا دا چرت است من خیلی دار میزدم سونی بالوشانده زنکا بیلی باس بوده است. بالای اسب دخترها
به لباس چرخ میزنن؟ ها دادا خیلی بچم لباس رو تا پوش میریم. کجا میریم دادا؟ سیرک با چند کشید اسب ندیدیم. همین اسب علفخوری خونه دلمونه گرفت. این خرابیم جوخور شبینیم. قامتی بلند داری ابروی کمان داری نازی مرا میبرداری کو بیا ای دست دست گل به دستت ماهیچه گل پرستت راضی از تو و حواست کو بیا چون از سفر باز آمدی نزدی منیژه آمدی بالای از مثل شاهی در عشق من مبتلای در خنده لبهاش جانمه من ملم دایی دخترکی سرودخانه گاخی جگر تا بخرم. ای خی نگو حیف میشی. نه آخی ما حیف نمیشم. جگر تا بخرم. نه آخی خیلی نگو حیف میشی. نه گفتم کو همین ما جگر تا بخرم. ایوی خیلی نگو آخی بچه یاشی حیف میشی. برای چی حیف میشم؟ برای چی که جگری ما کیرم داره. آمدم ها مرده کمدی؟ آمدم. چی نبولنجید که شالای با؟ گرفتی اولی کتا؟ نه آخی گفتن رئیس این روز نمی آیم. اوفه حیف شدم یه زنه گوش کن تو چون تو مرا گوش نمیکنی؟ یه تو مرا یه بار بفهم. من دیگه چی گوش کنم ترا حیف شدم آخی زنه گوش کن آخی کم تا صبر کن این روز دوشنبه میگیریم. با دوشنبه؟ ای چند دوشنبه شد؟ حالی نه 4 دوشنبه نه 4 دوشنبه؟ ای حیف شدم ای حیفی من زنه جو خیلی توقت کن میگیرم. ای توقت کنم آخی توقت کم توق شده ای ما ای قدختر خشرو ای قدختر نازنین ای ما زبی زنی رئیسا داشتم نه ای که زبی تو حیف شدم گوش که بسیار پت نکن ما حیف شدم ما گوش که ما حیف شدم گوش که ایسته گوش که ما حیف شدم. تو حیف شدی؟ نه ما حیف شدم نه اینکه تو گوش که مرا چی میگی؟ ما حیف شدم. ما حیف شدم ما گوش که زنک جان نه تو حیف شدی نه ما اونم بخیر که در توی ما کشتیم که همه بقیه حیف شی.